نیروهای آمریکا حمله ها را به انشاءات گوناگون و تأسیسات نظامی ایران سخت‌تر کرده، بنا به گزارش‌ها به پل و راه‌های آهن و یک فرودگاه ضربه زدند. در پاسخ به این، ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی حمله کرده است. در عین زمان حکومت آمریکا میگوید مذاکرات میان دو طرف ادامه دارد و دیپلماتیا همچون یک گزینه قابل قبول برای حل مناقشه باقی میماند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا روز 16 ایول در بیانیه گفت نیروهای این کشور ساعت 9:30 شب به وقت ایران با هواپیما و کشتی‌های جنگی و پهپادها و با استفاده از سلاح‌های هدفرس به پایگاه‌های نظارت ساحلی، دفاع هوایی و زیربنیادهای نظامی ایران ضربه زدند. به گفته کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، سبب حمله ها عملکرد ایران بوده است که به کشتی‌های تجارتی در تنگی یا گلوگاه هرمز ضربه زده است. رسانه‌های ایران از حمله‌های آمریکا در نزدیکی جزیره قشم در قریبی تنگی هرمز که هفته‌های آخر به مرکز تنش‌ها تبدیل یافته است گزارش دادند. خبرگزاری تصنیم، رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نوشته است که هواپیماهای آمریکایی به فرودگاه شهر ایران شهر حمله کردند. شهر مذکور 100,000 اهالی دارد و در 300 کیلومتری خلیج عمان در جنوب ایران واقع است. سپس رسانه‌های ایران خبر دادند که در ضربه‌های نو آمریکا 5 پل در جنوب کشور آسیب دیده، 7 نفر کشته شدند. اینچنین از ترکش‌ها در بوشهر خبر می‌رسد که یگانه نیروگاه برق اتمی ایران در آنجا جایگیر شده است. رسانه‌های ایران نوشتند که ارتش این کشور چرخبال و هواپیماهای آمریکایی را در یک پایگاه هوایی در بحرین هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 16 ایول گفت به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کویت و اردن نیز ضربه زد. مقامات کویت و بحرین و قطر صبح 17 ایول خبر دادند که سیستم‌های دفاع هوایی آنها برای رفع حمله‌های احتمالی موشکی و پهپادی ایران آماده می‌شوند.